ریویو این صندلی کامپیوتر یا صندلی اداری که تازه گرفتم رو بذارم. کمپانیش اسمش هست هومکام. این کمپانی‌های چینی خیلی زیادن، به خاطر همین نمیدونم که اصلا اسمش برندش زیاد معروف باشه یا نه، ولی اسمش هست هومکام. اگه بخوای پیداش کنیم میشه هومکام لانگ اند تال اوورستافد چیر، پی سی چیر یا همچین چیزی. یعنی لانگ اند تال یعنی دراز و بلند، اوورستافد هم یعنی بیش از صندلی‌های دیگه توش مواد ابر رو چه میدونم اینا به کار بردن. خب همونطور که می‌بینی خیلی راحت، چرخشش خیلی راحته، خیلی روونه. همینطور هم این پایش هم همینطور و این سیستم بالا پایینش اینم روونه. خب حالا بذار راجع به چیزایی که خوشم میاد ازش صحبت بکنم. بعد 3 تا چیز داره که میتونستم خیلی بهترش کنم. خب چیزی که من خیلی خوشم میاد اول این پوسچر بدن، یعنی اون طرز قرارگیری بدن روش خیلی عالیه. یعنی شما نگاه کنید همه صندلی باید اینطوری باشه، باید 90 درجه باشه. خب اگه صندلی اینجوری نبود این ساپورت خوبی برای کمر نداره، ولی این اینطور نیست. یعنی مثلا خیلی خوب هم کمر هم سر رو ساپورت میکنه. اینم هدرستش، یعنی اونجایی که سر میتونه قرار بگیره. چیز دیگه این که این آرمرست یا اون قسمتی که آرنج شما بهش قرار میگیره یا دسته هاش حالا هرچی، این عریض‌تر از بقیه است. بقیه صندلی ها خیلی مثلا چی بشه باریک‌تره، ولی این خیلی عریضه، به خاطر واقعا راحته، خیلی راحته. من احساس راحتی میکنم. بعد یه چیز جالب دیگه هم که داره اینه که میتونی موقعی که داری اسمبلش میکنی یا سرهم بندیش میکنی اینا رو اگه خواستی یکم دورتر از خودت ببندی یا یکم نزدیکتر، هر جوری که دوست داری. من حالت نزدیکترینش رو انتخاب کردم، اینجوری دوست داشتم. اصلا تا موقعی که برسه من همش میگفتم که میتونم آیا اینو عوض بکنم یا نه، چون تو عکسش زیاد معلوم نیست. دیگه چی رو راجبش دوست دارم؟ این یه قسمتی داره بهش میگن فوترست یا پایی، حالا چی بهش میگن، پاتو روش قرار میدی به این حالت و میتونی این رو هم مثل صندلی دندون پزشکی اینجوری بدی پایین، قفلش کنی. حالا یا مثلا چه میدونم موبایلتو بگیر دستت یا بازی کنی، هر جوری که یه دوست داری. بعد اینم قابل تنظیمه، یعنی هر کجا که خواستی میتونی بیاری بالا و قفلش کنی. همینجا قشنگ باقی میمونه. از من بیارمش. خب این از این. خب یه نکات مثبتش رو گفتم. حالا بریم سراغ 3 تا چیزی که میتونستن انجام بدن که اینو یه خود بهترش بکنن، داستانو بهتر بکنن. ببین این با وجودی که من خیلی دوستش دارم این دستا همونجوری که گفتم، البته خب بگم من 2-3 روزی که فعلا اینو دارم، این تازه 2-3 روزی که دارمش، به خاطر همین شاید چیزای دیگه هم بعدا به نظرم بیاد. ولی این واقعا اگر این دسته های آرمرستش رو یه مقدار مواد نرم به قول خودشون یا حالا ابر یا هر چیز دیگه که هست، چون ابر نیست به تنهایی، چیزای دیگه هم داخلشه، ولی به هر حال یه مقدار بیشتر میذاشتن به نظرم بهتر میاد، چون آرنج شما دائم روشه و اینجا اولین جایی که از نظر من خیلی زود صاف میشه. این اولین جایی که حالت نرم بودنش چیز میشه، به خاطر اینکه شما همش داری روش فشار میاره اینا. بعد یه چیز دیگه این که این اگه دقت کنی، اگه مثلا صندلی رو یهو اینجوری بیاری جلو، این فوترستش یا اون قسمت پاییش میاد بیرون. خیلی راحت اینا میتونستن مثلا یه سازوکار قفلی چیزی براش بذارن که این دیگه این حالت پیش نیاد، ولی خب اینو نذاشتن و این خیلی روون میاد بیرون. اینجا هم یادم رفت بگم، اینجا یه چی داره، دستگیره داره، اینجوری با انگشتتو بذاری توش میتونی بکشیش بیرون. بعد یه چیز دیگه ای هم که هست، اگر که این پشتشو نشون بدم، اینجا رو این روزش داشتن که این پیچا رو بپوشونه، خیلی قشنگی میشه. اما نکته سومی که میتونستم بهتر باشه اینه که من پدرم در اومد تا این بک سیتشو، یعنی قسمت پشتیشو، این سوراخ‌های این آهنه رو با این قسمت پشتیش هماهنگ بکنم. یعنی خیلی باید فشار بدی شما. به نظرم 2 نفره اسمبل بکنی راحت تره، ولی خب یه نفره میتونی، تو خیلی باید فشار بدی تا اینا چیز بشن، با هم قرار بگیرن که بعد پیچا رو بذاری.
بعدم یه نکته رو توجه کنید که منیوالش خیلی راحته، یعنی همون دفترچه‌اش خیلی راحته، ولی خب منیوالش میگه که اول شما این رو با این قسمت زیرینش درست بکنید، بعد بذارید روی این پایه‌هاش. خب فکر می‌کنم یه چیزی مونده باشه. اینم از بررسی من از صندلی هونگکام، دراز و چی بهش میگم بلند، که اوور استاف هم هست، یعنی بیشتر از صندلی دیگه توش ابر و مواد نرم به کار بردن.